بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر روح پاک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اهل بیت و یاران ایشان. مبحث امروز در مورد جادوه. کسی که بر اثر جادو سلامتیش به خطر افتاده باشه یا اینکه سلامتیش در حال از بین رفتن باشه، علامت هایی داره. چطوری بفهمه شخص که جادو شده و این مریضیش به خاطر جادوه؟ یکی از علامت ها اینه که وقتی که به پزشکی مراجعه میکنه و آزمایشی که میگیره، هیچ نوع بیماری در آزمایش هاش مشاهده نمیشه، اما شخص همیشه ناله و شکایت داره از بدن درد شدیدش یا سر درد شدیدش یا کوفتگی بدن یا معده دردش و امثال اینها. کسانی که براشون جادو شده نوشته شده باشه و سلامتیشون به خطر بیفته بر اثر جادو، این نشانه ها رو دارن. بهترین راه از بین بردن جادو و همچنین در امان ماندن از جادو بر اساس احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوره بقره و سوره آل عمران، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند این دو سوره زهراوین هستند. زهراوین یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ جادویی نمیتونه در مقابل این دو سوره مقاومت کنه و گزارش هایی که دادن از معجزات این سوره ها این بوده افرادی که مداومت کردند بر خوندن سوره بقره اومدن و گزارش دادن که جادوی زندگیشون از بین رفته. مثلا افرادی بودند که مریض بودند و با خوندن سوره بقره به اذن پروردگار و به لطف و عظمت سوره بقره اینها شفا پیدا کردند. و همچنین افرادی بودند که ناراحتی های دیگه داشتن تو زندگیشون، مثلا این که طرف گفته من دست به هر کاری میزنم خراب میشه، یا دست حتی به طلا بزنم تبدیل به خاکستر میشه. یکی دیگه از علامت های سحر همینه که روزی طرف بسته میشه. فرد هر کاری که انجام میده روزیش زیاد نمیشه، بلکه روز به روز کمتر میشه و همیشه در مضیقه مالیه، با وجود داشتن علم زیاد، با وجود داشتن هنر زیاد، اما همیشه مشکلات مالی اون رو اذیت میکنن، در حالی که تلاش خیلی زیادی هم داره نتیجه کمتری میگیره. و این یکی از نشانه های تاثیر سحر در زندگیه. کسی که روزیش بسته شده باشه یا کم شده باشه بنابر سحر این علامت ها رو داره، امکان داره هرچی تلاش کنه به پول و سرمایه نرسه. پس این افراد هم میتونیم بگیم که سحر شده روزیشون و راه درمان که گفتیم همینه. بنابر حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سوره رو باید فرد بخونه برای اینکه جادو اثرش کم بشه تو زندگی. اما طریقه خوندن سوره بقره به چه صورتیه؟ بنابر گفته بزرگان و کسانی که این رو تجربه داشتن، فرد باید 40 روز بعد از نماز صبح، بلافاصله بعد از نماز صبح که خوندش، شروع کنه به خوندن سوره بقره. به چه مدل؟ به صورتی که خودش بشنوه و دیگران هم بشنون، و اگه یاد نداره سعی کنه این سوره رو یاد بگیره، چون هیچ دعا و هیچ طلسمی در مقابل این سوره نمیتونه استقامت کنه. و فردی که این سوره رو 40 روز بخونه، همونطور که گفتیم بعد از نماز صبح بلافاصله به مدت 40 روز بخونه. برای کسایی که بلدن این سوره رو شاید 40 دقیقه تا 50 دقیقه طول بکشه خوندن این سوره، اما ارزشش رو داره که آدم برای حفظ سلامتی خودش و حصار خودش از شر اجنه و انرژی های منفی موجودات ماورایی این کار رو انجام بده. پس گفتیم نحوه خوندنش اینه که شما بعد از نماز صبح بلافاصله این سوره رو میخونید به مدت 40 روز و شک نکنید به عظمت این سوره، چون این سوره رو هر کس خونده نتایج خیلی عالی ازش گرفته.
افرادی بودن که میگم سلامتیشون کلا جادو شده بود، جادوی سیاه، که بمیرن و با خوندن این سوره به اذن الله متعال اینها جادوشون برطرف شده. یا کسایی بودن که حتی به خاطر جادو دار فرزند نشدن، بچه دار نشدن، با وجود این که همه آزمایش هاشون اوکی بوده. و با خوندن این سوره خداوند متعال درهای روزی رو به رویشون باز کرده و بهشون فرزند سالم و صالح روزی کرده. و همچنین کسانی که از بسته شدن بختشون میگفتن، مثلا دختران یا پسرانی که هر جا می رفتن خواستگاری، با وجود اینکه خیلی فرد عالی هم بودن، کسی مایل نبوده باشون ازدواج کنه، یا دخترانی که همینطور بختشون بسته شده به خاطر حسادت یک فرد دیگه، اینها هم اومدن و خوندن این سوره رو و به اذن الله نتایجش رو دیدن. و مطمئن باشید این سوره برای همه کار میکنه و تأثیر فراوان داره. پس شما این سوره رو میخونید به امید خداوند متعال و میبینید هر روز که این رو خوندید میبینید آثارش رو. همون روز بلافاصله سبکی بدن، خوب شدن اون جسم و فعال شدن انرژی تو مراکز انرژی بدن رو مشاهده میکنید. و این سوره‌ایه که همه من و افرادی که میشناسم تجربه کردیم و عظمت و معجزش رو دیدیم. امیدوارم شما هم لذت ببرید از این پست و اگه خوشتون اومد دکمه سابسکرایب رو بزنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.